مساله ساختمانی بازار مرکزی برکت که در شاهراه خوجند-Гафуров موجود است شب یک بار آتش گرفت. آتش خاموش کنان سری وقت به جای حادثه آمدند. حالا تقریبا 20 نقلیات مخصوص آتش خاموش کنی برای خاموش کردن آتش کاربری کرده ایستادند، اما علنگه آتش هنوز پس نشده ایستاده است. سببش را متخصصان این ساحه میگویند وزیدنی شمال سخت. سوختار شب گذشته را که در بازار برکت با وجود آمد 20 عدد نقلیات آتش نشانی خاموش کرد. سوختار سنه 21 اکتبر تقریبا ساعت 20 سر زده است، زیرا در همین وقت به نقطه علاقه ریاست خدمات دولتی آتش نشانی در ولایت سوخت اویدی سر زدنی سوختار خبر دادند. سوختار اساسا نقطه فروش چوب و تخته مرکزی سودای جمعیتی دارای مسئولیتش محدود اگروفود را احاطه کرده 400 متر کوادراتی را فرا گرفته است. بعد از قبول خبر تلفنی از طرف تنظیمگر با جلب خوبه و واسطه ها با رمز دعوتی 16 عدد نقلیات آتش نشانی شهر و ناحیه ها جلب کرده شده. اینچنین 2 عدد نقلیات های JSK فرودگاه بین المللی خوجند و 1 عدد نقلیات آتش نشانی بازاری JSK سامان سوخت روانه کرده شد. به جای حادثه سوختار رهبریت خدمات دولتی آتش‌فشانی در ولایت و دیگر مسئولین حاضر شده برای سریع خاموش کردن علنگه آتش کمک نمودند. گفته شد که سوختار با قوه 3 شعبچه بسته‌های نوبتداری قسم مستقل 23 خدمات دولتی آتش نشانی عاید به محافظت شهر خوجند، 1 شعبچه بسته نوبتداری قسم تابع 24 خدمات دولتی آتش نشانی عاید به محافظت شهر خوجند، 2 شعبچه‌های بسته‌های نوبتداری قسم مستقل شهر، قسم مستقل ناحیه باباجان-Гафуров، بست نوبتداران شهر و ناحیه‌های گلستان، بوستان، جبار رسولов و سپیتامین برای کمک به جای حادثه سوختار حاضر شدند. در عموم برای خاموش نمودن سوختار 19 نقلیات آتش نشانی با 165 نفر هیئت محاربوی کار کردند. وضعیت شمال سخت به کار آتش نشانان خلل جدی ایجاد نمود. نوبسته به این گروهی بیش از 100 نفری آتش نشانان پس از قریب 4 ساعت سوختار را احاطه نمودند. متخصصان ریاست خدمات دولتی آتش نشانی در ولایت سوخت نوبسته از مشکل‌های جای داشته بیش از 150 میلیون سامانی را از سوختار امین نگاه داشتند. هنگامی به جای حادثه رسیدن علنگه آتش تخمین 350-400 متر مربع را فرا گرفته بود. از طرف کارمندان خدمات دولتی آتش نشانی سوختار در مساحت اولش احاطه کرده شده. ساعت 12:30 پورا خاموش کرده شد. در نتیجه سوختار سایبان نقطه سودا اینچنین مال و محصولات فروشی و مانند چوب و تخته قسما سوخته ضرر دید. تحقیقات سرزدنی حادثه مذکور را گروه کاری مخصوص که تشکیل گردید معین میکند. متخصصان میگویند سبب سرزدن حادثه ناخوش، گناهکار حادثه و خسارات مالی سوختار را روزهای نزدیک معین خواهند کرد. حالا عاید به این مسئله تحقیقات آغاز گردیده است. گزارش مفتونا شکورова و نایمجون آیوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.